خرج جان اینا مرا چند روز شد نمیبینی چه خشیدم اکو باور که اینمی بهترین اینا خشر شدم رئیس جان اینمی دیدن قطی کو میگی همین دختره که همین 23 ساله ماننش دیده چه خیلی 23 ساله رئیس من خودم اینمی از 2 روز پیش 20 صدر اومدم 23 ساله اگه نه همین راست شب بگم خجو کروس شب بگین همین راست بگم قد راست شب بگین این همین راست بگم خیلی دیدن قطی کو میگی همین دخترکای 28 30 ساله شوخی کردم رئیس نکیا شوخ میکنی دا گوش کن این دخترکی 16 17 زیاد 18 ساله قدم مونده نکی راست میگه رئیس اون بچه دستی اونم خرابه که دستی دیدم اون یازنه تا رود بچه خیلی از نمه اینی میخوای یازنه تا آخی اوجا گذاشتم اومدیم یا ترا دیدی او یازنه تا ایشی گذاشتیم یازنه تا ایشی دیدی یازنه تا او یازنم ای 99 تا گذاشت کو آخه رئیس همین یازنه تا ناسکی وری هر روز علیش میکنم رود خروده که ناسکی وری علیش میکنم خودت ناسکی نداری بپوشی با مرایجی علیش میکنی ناسکی وری علیش میکنم رئیس نازه سازه شیگل کارو بکار خوب اما تیجای ناسکی یه سازی خوبی دلشو جان سلامتی سازی کارو خوبه سازی تیج کارو خدا را شکر نه زحمت یه متر ایدوری دو خیلی خار کردم پیش اومدم دیدم تو دلشو بدایت برادر من ترا ایدور دیدم خیلی آدم کردم لیکن پیش اومدی در حقیقت خر بدای همین من یکی ده حیرون چی نوخی؟ اینمی توی دخترکی 20 ساله برای چی اکو یکون بچه که یاشی به طب دیلتن نگرفتی و همین ما مصفدی 65 ساله رو گرفتی برای چی؟ برای که تو پنسیا رو میگیری من خورده خواه میرم بیتی باشه من رفتم کجا؟ پنسیا گیری niye? Zanak? والا بای Ya اینجا بیا چه مردک جان؟ یه اوی اینو بینه ایوا ایکی مونده ده توفلیش مبانا میگم این با فکرم همین کارای دلشاد جان های هر کجای باشه کارو بچه مونم ایو دلشاد جانه و دلشاد جان بیا ایزا نکشید بیا بسیزم بیا ایزا کشید بچه کن بیا دلشاد جانه دلشاد جان دلشاد ربط میگم این کارا اخته آخی وقتی که ما زنگیر بودیم کو دورای پیشتر انا کدام بچه که زنگیر بود یا در توفلی آتش یا در کلوش آتش بجای این بنانه وی ساوزی میموندن و تو چو بنانه موندی آخی آتا ساوزی قیمت بود پولم نرسی برای همی بنان خریدم بیا من خودم فرام اینجا خیره تا بکنم خدا چه به تیخیل دارم همین احمد جان میمورد دیگه آدم راگر من اولی قطی کارات شناس کنم وظیفات قطی انا این درخت خدا رحمتی
مردکی من اینجا به شیناندگی آبش نگاه کن فهمیدی؟ قاق شد آب ده آب بسیار شد قاق کن فهمیدی ها؟ بیا رگر ای خدا ای همه شما به یاد دادن هیچی نمو رگر اینا هر سحر آبش نگاه کن فهمیدی می؟ آب توی نگاه نمی کند رگر انا منیجه جان شما نامتون منیجه خانه شما یا این احمد جانی من بزنی دویم حساب میشه شما یک کمینش من زده پیش کردم برای چی پیش کردم میدونید می؟ برای چی؟ انا کاری گفتگی نکرده کاری گفتگی نکرد من که خوشتومن پکه یا جیوه یا میگفت برای همیقه کاری گفتگی کن انا از همون طرف سر کرده رفته این طرف میبینی فهمیدی هر سحر از 6 تا 6:20 فهمیدی 6:21 که شد مردم گفتن گیر فهمیدی ها تو من اینجا جان شما شهری ها شما احمد جان از شهر گرفت اومدن هم تو مادر جان گفت کمتر کار یاد دید اینا اینجا بالا با تنور هست تنور هر روز چهارشنبه نان میبندی فهمیدی ها و دفعه همون کلینا نان میبندی گفتم ارغمچین که نان بسته مونده است اونجا نان میبندی به معنی که نان میپزی فهمیدی ها انا این طرف من این طرف من گاو و مال با نگاه کن فهمیدی ها نگاه کن به معنی که برفته علافش دی مال احمد جان نغزو من گنده میو نه خاله جان شما هم نه خاله جان نه ماما جان یا آچه جان گومه خدا به شکر من این سین مبارکی 76 برسیدم تو بارنش من 8 دیدگی فهمیدی ها دوره های شما بریم بودگی لبتا نگز امری دوره های شما بریم بودگی ما کوه زده چپه میکریم شما باشید فقط همین اینو سانی بعد این خیل این تلفنت خانه‌اش سوزد حالی هم در دست تلفن امری آخه بچه‌تون زنگ میزنه خاله جان کی زنگ میزنه بچه‌تون کی احمد جان زنگ میزنه چی به من به زنگ نمیزند وای ای خدای راه به در آورده چی بلاده به فکر من بچی منه ایناش که این احمد جان آمد یا ماشین احمد جان نمیوای یه بار بین چی نه خاله میلیسای تینجی باشد گپ نزن با فهمیدی من خودم گپ میزنم دهانت مخم کن آماده است از طرفی خدا ما السلام علیکم خاله سلام علیکم تینجی باشد میو کجاش ما ناز می درست هستید نه، سلامتی شما نزد ملیسا ها شما بله مبارک شما سلامت باشه همین خونه اکی سادی گجوده باشه خاله جان از اون کی سادی بله بلندتر گوید یک کیف کنم ما خونه اکی سادی همینجا زندگی میکرده اینا همینجا میره ویدم اینجا منه من راست روی دروازه سعدی و این پیشونه تانکتی میزنید خب رحمت آهنین دروازه کلان خب رحمت خانه هاش هم بینید کابتان مایل خب رحمت من گفته بودم که آفتاب با دامن پوشیده نمیشد یک روز این سعدی آنه زارش میبیند تو گفته بودم من این سعدی دوزده آخر قپیدم برای چی یک کس آمده است اینجا خیلی یک همین هم یه بکره گرفته میبرد این سعدی اکو فکر میکرد که حق مردم خورده میگردد اوی دولت در غمچین سر میتید بعد یک کشاله کند که خودت به نبیایی انا همین روز خدا اگر خواهد این سعدی میبرن بعد از یک هفته 14 سالش میتین اما خیلی نگاه کرده میستد سعدی چند بار گفتم من تو زنش نمیگویی انا این طرف 2 کیلو این طرف 2 کیلو این طرف 4.5 کیلو بخدا چی آخه چی نگو رنگی از آنی تو بیژوتری نیه و تیلای از آنی وای زنش اکو وای فکر میکند که ما زنها میسوزیم اینا برای همین توی برفتیم که همش آویزان کرده رفت است خود دیگه یگان کس ندارد منم تیلا دارم که ما هم نمی آویزم که خدا رحمتی پاچو دوره های پیش خیلی این گپای مانیمو سعدی اکو تمام آنه زارش میبیند خدا اگر خواهد من گفتم که میقپد اما در آغاز من گفتم این ای خود رفتنش چی نبود مالش تقا جان حتما بیای خونه توی ده بیای خب جان تقاش اوتا سلام بکو حتما میام مالش نغز ای وای من نمورم آینه نقپیدن نبردن دو